I'm here at the Iranian protest, and I'll introduce the two guests. Saeed Hassan. Now tell me, why are you here today? We are here to protest against the Islamic regime and what they're doing to the people who are in Iran protesting right now. Why is this important to you? Because we're all Iranians and we care about human rights in Iran, democracy in Iran, and we're here to support the Iranian people that are fighting inside the country. پیروز بشید، مطمئن باشید، باید مسیر خودمون رو طی بکنیم. اینا مسلمان تو بیماری که دردت را دیگر دارم. Now, Nikki, why are you here today? We're here for freedom for Iran because we believe that now Iran, our president, he's like destroying our country and he's not letting us have freedom. He's killing like young women and men, and we don't want that. We just want freedom. در بیارن. مادرهای مسن و تکیده شده به حرفهای اونها گوش نمیدادن و همچنان شعارها شروع شد: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی صدای نگذارید صدای خشم ما خاموش شود در داخل ایران. حرکت کنید، فریاد بزنید. ما به شما احتیاج داریم، هموطنان خارج از کشور. پیام یک دانشجوی ایرانی در داخل ایران: ما همه با هم هستیم. ما همه با هم هستیم. عزیزان من، با شما صحبتی دارم از طرف یک زن ستم دیده، یک زن ایرانی، زنی که روزگاری در ایران ما سروری می کرد. چه بر ما گذشت؟ چگونه این چنین شدیم؟ شما همه زنان مبارزید. من یک زن آریاییم، یک زن ایرانیم. ما مسلمان نیستیم. درود به آریایی. ما تازی نیستیم، ما مسلمان نیستیم. 30 سال است که به جرم عاشق شدن سنگسار می شوم. 30 سال است که به جرم مادر بودن